اینجا استودیوی مرکزی است و چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام بینندگان عزیز. امروز 11 مارس این موضوع ها را داریم. در حالی که اوکراین با صدها هواپیمای بی‌سرنشین مسکو را هدف قرار داده است، در عربستان سعودی هیات‌های واشنگتن و کیف راه‌های ختم نزاع در اوکراین را بررسی می‌کنند. چرا روزنامه‌نگاران تاجیک هرچی بیشتر با گناه‌های وزنین متهم می‌شوند؟ تری بروردن خود تروریسم که تریشه بکنن میگیره خود که نیستمون خیلی. و حادثه‌ای که قرقیزستان را به دهشت آورد، 5 مرد خانم جوانی را دسته‌جمعی و با تکرار به ناموسش تجاوز کردند. در جریان کارهای فوری و جستجویی 5 شهروند دستگیر و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شدند. در حمله‌های وسیع مقیاسی اوکراین به پایتخت روسیه و ولایت مسکو دست کم 2 نفر کشته شدند. به قبل مقامات در حمله‌های صبح 11 مارس 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. آسیب دیدگان از شهرک ویدنه و در روستایی هم در نزدیکی شهر دمدیتوو بودند. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو در کانالش در تلگرام گفت که نیروهای روسیه 70 پهپاد عظیم شهر مسکو را از بین بردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که در مجموع 337 پهپاد اوکراین را در گوشه‌های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله‌های اوکراین چقدر درون به کار بردند، ولی آن یکی از حمله‌های وسیع مقیاسی اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. حمله گسترده در زمانی صورت می‌گیرد که مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی جمع آمدند و درباره راه‌های پایان دادن به جنگ صحبت می‌کنند. مذاکرات یک روزه دو جانب اولین ملاقات مقامات رسمی آمریکا و اوکراین بعد از دیدار جنجالی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در آن دو طرف دایر به قطع جنگ و رسیدن به صلح در نزد خبرنگاران آشکارا بحث و جدل کردند. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ به نتیجه این همایش خوشبین است. اما چرا عربستان سعودی میزبان گفت و شنید شده است؟ موضوع را همکارم طاهر سفر پیگیری کرده است و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. پس چرا محض عربستان سعودی؟ بله، سلام شالا و سلام بیننده عزیز. نقش عربستان سعودی چون میانه رو در مذاکرات صلح هنوز ماه فوریه زمان در مرکز توجه قرار گرفت که بین دیپلمات‌های آمریکا و روسیه اولین دور مذاکرات برای پایان دادن جنگ در اوکراین برگزار شد. این گفت و شنیدها با کاهش شدت در رابطه سردی بین واشنگتن و مسکو امیدوار کرد چون دو کشور برای برقرار کردن مناسبت‌های دیپلماتی به موافقه رسیدند. اوکراین در پس میز مذاکرات جای نداشت و کیف و کشورهای اروپایی را آن نگران کرد که آمریکا و روسیه تلاش دارند پشت سر اوکراین و از نام این کشور سازش کنند. حالا چرا جدی؟ گپ سر این است که پرزیدنت آمریکا با عربستان سعودی یک رابطه خاص و نزدیک دارد. برای مثال نخستین زنگ که ترامپ بعد آغاز کارش در ماه ینور گرفت از محمد بن سلمان بود. این شاهزاده سعودی بعد ترامپ گفت میخواد در 4 سال آینده در آمریکا 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. ترامپ هم اعلام کرد که نقشه دارد هفته‌های نزدیک به عربستان سعودی برود، ولی شاهزاده با کشورهای دیگر هم رابطه نیک دارد. او دوست قدیمی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است. روسیه و سعودی سالهای اخیر همکاری‌های نزدیک به راه ماندند و مخصوصاً در دایره سازمان اوپک و برای استخراج نفت. محمد سلمان همچنین از مهمان‌های افتخاری پوتین در مراسم آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال 2018 بود و رهبر کرمل خودش به استقبال او رفت. خب آیا خوشبینی پرزیدنت ترامپ از اینجاست یا نشانه‌های سازش نیز دیده می‌شود؟ شالا هنوز چیزی مشخص رسانه‌ای نشده است و در ضمن روزنامه‌نگاران میگویند عربستان سعودی میتواند این گفت و شنیدها را دور از چشم رسانه‌ها و در فضای آرام برگزار کند. احتمال کیف، واشنگتن و مسکو برای یک روند صلح آمادگی نشان خواهند داد، هرچند حالا یگان راه دقیق برای حل نزاع به نظر نمی رسد. آنچه بیشتر رسانه‌ای شده است شالا این است که واشنگتن کیف را به گذشته‌های راهنمایی می‌کند، اما روشن نیست روسیه باید چه گذشته‌ای کند. به هر ترتیب مذاکرات یک نتیجه خواهد داشت که محمد بن سلمان را چون یک
میانروی تاثیرگذار معرفی خواهد کرد و عربستان سعودی را همچون کشوری که بتواند در این روند نقش مهم بازی کند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که درباره منطق میزبان مذاکرات صلح اوکراین انتخاب کردن عربستان سعودی صحبت میکرد. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. 11 مارس در تاجیکستان همچون زودروزی مطبوعات توجیک جشن گرفته می شود، چون که در همین روز 113 سال پیش روزنامه توجیکی با نام بخارای شریف نشر شده بود. اما متاسفانه سالهای اخیر در این روز ما بیشتر درباره خبرنگاران صحبت میکنیم که با این و یا آن عیبنامه خیلی وزنین از آزادی محروم شدند. ارشاد سلیمانی موضوع رو ادامه میدهد. این مادر را هرگاه که یاد پسر زندانیش میگیرد، لباسهای او را لمس میکند و خمار میشکند. حبیسه یتیمова مادر ذوقی سید امینی، روزنامه‌نگار سابق تلویزیونی تاجیکستان است که با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع به 7 سال زندان محکوم گردید. اتهامی که خود او و نزدیکانش رد کردند. خودش در اون سرای شامش گفته بیگناهیش هم هیچ گناه ندارم میگه خودم. میقه خدمت کردم در دولت مقصد تری بروردن خود تروریسم چیه تریشه و کلان میگیره خود که نیستم خیلی. همه ساله تجلیل جایزه دهی در روز مطبوعات تاجیک در حال روی میدهد که سالهای آخر مقامات تاجیک روزنامه‌نگاران را بیشتر با اتهام افراطگرایی و تروریسم زندانی میکنند. با چنین عیب بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر را که در 2-3 سال اخیر بازداشت شدند زندانی گردیدند. از جمله دلیر امام علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، ذوقی بیگ سید امینی، الفت خانم محمدشاهی و خوشنام غلام، محمد سلطان، خورشید فاضل و دیگران. آخرین مورد چنین اتهام در برابر احمد ابراهیم، سردبیر نشریه پیک که بیشتر از کار مقامات توصیف میکرد تطبیق شد و رخشانه حکیم و مادر 2 فرزند نابالغ نیز به خیانت متهم گشت. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر این است که این گونه جرم‌های سخت را به گردن روزنامه‌نگاران بار می‌کنند تا کسی از آنها حمایت نکند. این مسئله بنابر روزمره بودن مبارزه علیه افراطگرایی و تندگرایی در جامعه بین‌المللی یک بهانه خوب برای بستن دهان آنهایی که در رسانه ها عقیده دیگر، نظر دیگر را، نظر انتقادی بیشتر پهن میکنند. یعنی عامل دیگری که به فعالیت مقامات تأثیر گذار است این اجرای عهدهدارهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آزادی بیان است. وقتی این یا اون نفر را برای فعالیت روزنامه‌نگاری، برای فعالیتش در رشد آزادی بیان گناهکار میکنند، سازمان‌های بین‌المللی تقاضا میکنند که جمهوری تاجیکستان باید عهدهدارهای خود را اجرا نماید. حبیسه یتیمova میگوید پسرش در دادگاه به دادرس گفت که مقامات در پرونده سخنهای او را به نظر نگرفتند. قامو را شکست که پروکرور فقط چیزایی من نوشتم ایو را نمیخونم، فقط تری کپیایی خودشون در وحدت و خوشش اومده وحدت کدگی همو را میخونم دیگه. اون مردک همونجا خرش کده ای بس ای گفت نقص شبنده نکه که گفت من باید که من هیچ گناه ندارم، باید انمی نوشتگی و دستی و خوی باید همه یمو بخونم. همه شا خوند بود و سود گفت که من دوام بده. دادگاه های تاجیکستان طی سالهای 2022-24 و چند ماه 2025 در مجموع بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگ نویس را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند.
بینندگان عزیز، در سایت رادیو زودی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی این گزارش در شکل مفصل نشر شده است. شما می توانید آن را تماشا کنید. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. امام علی رحمان و صادر جبورов سودشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان با قرقیزستان را امضا می‌کنند. فردا رئیس جمهوری تاجیکستان با سفری دولتی 2 روزه به بیشکک می‌رود. در این باره مرودبک عظیم بوقیف مدیر شعبه سیاست خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان خبر داده است. پارلمان قرقیزستان 27 فوریه امسال سودشنامه نهایی معین‌سازی مرز دو کشور را بررسی و تصویب کرد. در مورد بررسی شدن این سودشنامه در پارلمان تاجیکستان تا حال معلوماتی در دست نیست. در همین حال این شب و روز مردم قرقیزستان را یک حادثه دیگر تکان داده است. بسیاری ها در این کشور طلب دارند که مرافع دادگاهی متهمان تجاوز گروهی یک دختر در بیشکک آشکار و با جلب مطبوعات و جامعه برپا شود. حادثه شب 28 فوریه رخ داد. یک دختر و 5 مرد از کلوب شبانه با خود برده در کنار شهر بیشکک تجاوز کردند. با باور آنهایی که از این خبر وحشت زده شدند، در این حادثه نه فقط تجاوزگران گناهکار میباشند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند. دوربین قهوه‌خانه لحظه ای را ثبت کرده است که 5 مرد دختر را از دست و پاش برداشته با خود میبرند. جبریده بعداً گفت او را به ماشین انداخته به کدام میدان کشتی برده با نوبت تجاوز کردند. وی تلاش کرد فرار کند ولی او را قپیده بار دیگر این کار را تکرار کردند. صبح دختر به پلیس شکایت نمود. خدمات تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی ناحیه سوردلوف در شهر بیشکک روز 28 فوریه بر اساس ماده تجاوز به ناموس پرونده باز کرد. در جریان کارهای فوری و جستجویی 5 شهروند دستگیر و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شدند. 3 گمانبر 25 و 2 دیگرشان 24 ساله می باشند. دختر جبریده 23 سال دارد. نه او و نه نزدیکانش آماده نیستند با خبرنگاران هم صحبت شوند. در عریضه شکایتی دختر گفته می شود که شب 28 فوریه او در قهوه‌خانه ستاره شهر بیشکک بود. معلوم نیست چگونه به حالت مدهوشی افتاده است ولی حامیان حقوق میگویند احتمالاً به نوشاکیش مواد نشعه ریختند. حالا یک سوال دیگر این است که چرا کارمندان کلوب میلیسا را آگاه نکردند؟ حامیان حقوق میگویند مأموریت کلوب هم برای این کار مسئولیت دارد. بی‌شبهه آنها هم باید جواب دهند چون که می توانستند حداقل میلیسا را دعوت کنند. شاید هم یک محافظ با 5 کس مقاومت کردن نمی توانست ولی میلیسا را باید حتما خبردار می کردند. رقم ماشین را باید عکس می گرفتند. یعنی مأموریت کلوب باید کار را چنین به راه می ماند که کمترین معلومات هم باشد در اختیار پلیس باید واگذار می کردند. کلوب ستاره شبها کار میکند و روزها بسته است. فعلا فهمیدن موقع کارمندان این کلوب امکان ندارد ولی در شبکه‌های اجتماعی این حادثه را بسیار فعالانه محاکمه میکنند و اکثریت از این حادثه به خشم آمدند. آنها میگویند جنایتکاران باید به سنگین‌ترین جزا گرفتار شوند. هستند آنهایی هم که دختر را برای شبگردیش تنقید میکنند. حامیان حقوق طلب دارند که پرونده آشکار، محاکمه و مرافع دادگاهی توسط اینترنت نمایش داده شود. مرافعه مثل پرونده سابق وزیر اقتصاد قزاقستان بیشیمبایف باید باز گذارد چون این یک وحشیگری است. انسان چون این رفتار نمی کند. ما باید محکوم کنیم. باید محکومیت اخلاقی جمعیتی باشد و از بی‌جزایی باید پیشگیری کرد. مرافعه باید برای همه اعضای جامعه دسترس باشد. ماده تجاوز به ناموس از 8 تا 11 سال حبس را پیش بینی می کند ولی بسیاری ها از حالا دعوت دارند که حکم سنگین تر صادر شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام رسید. تشکر دوستان عزیز که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. فردا در همین ساعت و لحظه با خبرهای تازه به استودیو برمیگردیم. تا اون دم خبر و گزارش را از صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خدا را یاد کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک شما باشد.